ما صوت یک ترانه گلهای یک بهاریم، از سغد و از بدخشان، از رشت و از حصاریم. ما نسل سربلندی امروز تاجیکستان، داریم دوست از جان این ملکی خوشتر از جان. دوستان عزیز، حاضرین گرامی قدر، طور اطلاع داریم با تشبث خیرتمندانه و فرهنگ پرورانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، سال سیوم است که در کشور عزیزمان آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من برگزار می‌گردد که این باعث افتخار اهل هنر و فرهنگ است. واقعا هم دوستان عزتمند، مهمانان عزیز، هدف از برگزاری این آزمون دریافت استعدادهای نوی ساحه صنعت، بلند برداشتن مقام و مهارت کسبی، دریافت بهترین نمونه‌های آهنگ و سرودهای ترنمگر زمان استقلال و ترغیب و تشویق عنعنه‌های نیک ملی می باشد. حاضرین گرامی، یادآور می‌شویم که آزمون مذکور به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده است که از روی 3 نومیناسیون کمپوزیتوری، سرایندگی و نوازندگی اعلان گردید. یادآور می‌شویم که در دور یکم آزمون 2991 نفر داوطلب اشتراک نمودند. از این تعداد 1317 نفر به دور دوم راه خط گرفتند و از 1317 نفر داوطلب که در دور دوم آزمون شرکت ورزیدند، تنها 314 نفر به دور جمهوریوی راه یافتند. برگزاری دور نهایی از جانب کمیسیون جمهوری آزمون روزهای 8 و 12 نوامبر سال 2021 مقرر گردیده است که ما حالا شاهد آغاز دور جنبستی آزمون مذکور می‌گردیم. دوستان عزیز، مهمانان ارجمند، حالا با کمال احترام برای حسن آغاز بخشیدن دور جنبستی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من به صحنه معاون یکم وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان نظریان عابد عادلزاده را دعوت می نماییم. مرحمت استاد. السلام علیکم دوستان عزیز، هواداران صنعت، مهمانان گرامی قدر، هیئت حکمات و اشتراکچیان آزمون. باعث سرفرازی و سربلندی است که سال جاری به افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در سراسر کشور عزیز ما جشنواره و چاره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی و استقبال این سنه مقدس برگزار گردید و اهل ایجاد فرهنگ نیز تلاش ورزیدند تا اینکه سهم ارزنده خود را گذارند. مورد ذکر است که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سیاست فرهنگ پرورانه خود توجه اساسی را به تحکیم بنیاد معنوی جامعه و بالا بردن حس افتخار ملی ظاهر نموده، فرهنگ را به یک عامل تحکیم بخش وحدت و همدیگر فهمی هموطنان تبدیل دادند. محض با دستور راهبریت عالی مملکت در جمهوری شماره چاره‌بینی‌های فرهنگی و مدنی زیاد گشته ایستادند. مردمان همه منطقه‌های کشورمان را به هم می‌آورند. آزمون تاجیکستان وطن عزیز من که محض به ابتکار پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان راه اندازی گردیده است، دلیل توجه به واسطه سرور دولت به این جزء مهم فرهنگی ملی می باشد. با اطمینان می توان ابراز نمود که آزمون مذکور در طول سالهای 2019-2020 نمونه بهترین هنر اصیل را از تمام مناطق تاجیکستان عزیز به هم آورد. استعدادهای زیاد را در فضای فرهنگی مملکت کشف نموده به مقصد نهایی خود، یعنی دریافت استعدادهای نوی ساحه صنعت، بلند گردیدن سطح کسبی هنرمندان و تشکل ذوق زیباپرستی جامعه نایل گردید. حاضرین محترم، اشتراکچیان آزمون، دوره های یکم و دوم آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در سال 2021 طبق مقررات نظامنامه و نقشه برگزاری آزمون در تمام قلمرو کشور با موفقیت جنبست گردید که نسبت به سال 2020 498 نفر داوطلب زیاد است
و این از آن شهادت می‌دهد که آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من میان جامعه با محبوبیت پیدا نموده، موقع استوار را کسب نموده ایستاده است. دوستان گرامی، حالا ما شاهد آغاز دور جنبستی آزمون امسال می‌گردیم که طبق نامیناسیون در نظامنامه مقرر شده تا 12 نوامبر سال روان ادامه می‌یابد. با نظر داشت این، من از نام کمیسیون جمهوری آزمون به راهبری وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان به همه اشتراکچیان آزمون صحتمندی و سربلندی برای کامیابی‌ها و دستاوردهای ایجادی را تمنا می‌نمایم. حاضرین گرامی قدر، باید تذکر دهم که هیئت حکمات آزمون امساله از حساب متخصصان ورزیده سایه صنعت کسبی از جانب رئیس کمیسیون جمهوری آزمون به هر نامیناسیون در علاهیدگی تصدیق گردیده است. با استفاده از فرصت به استادان ارجمند هیئت حکمات آزمون که به هنر و استعداد هر یک داوطلب بهاگذاری می نمایند موفقیت و کامیابی ها آرزومندم و اطمینان کامل داریم که هیئت حکمان شفافیت و عدالت را در جریان برگزاری آزمون طبق مقررات نظامنامه تامین می نمایند. ظفرمند و کامیاب باشید. به دقتتان تشکر. اظهار سپاس برای چنین سخنان والا و تمنیات‌های نیک. حاضرین گرامی، برای بهاگذاری به اشتراکچیان دور نهایی آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من، هیئت حکمان از جانب کمیسیون جمهوری تصدیق گردیده است. باید ذکر نمود که در آزمون امساله برای هر یک نامیناسیون هیئت حکمان در علاهیدگی با جلب متخصصان ورزیده ساحه معین شده است. حالا با کمال احترام این استادان عزیز و ارجمند را به شما معرفی می‌نماییم. هیئت حکمان نامیناسیون نوازندگی: حامدزاده سنگلی، معاون رئیس اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان، رئیس هیئت حکمان نامیناسیون نوازندگی. بدکов شریف، دиректори коллеҷи санъати ба номи Караматулло Қурбонови шаҳри Кӯлоб, аъзои ҳайати ҳакамон. Мадхолов Абдураҳмон, муаллими калони консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов, аъзои ҳакамон. Обидова Нигина, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, аъзои ҳайати ҳакамон. Фарҳод Зикир, роҳбари бадеии ансамбли Дарьё, аъзои ҳайати ҳакамон. ҳозирини гиромӣ, инак даври ниҳоии озмунро оғоз менамоем.